امروز 5 فروردین 1403 تولدمه. امسال بیشتر از سالهای دیگه حس میکنم که بزرگ شدم. امسال سال خیلی سختی بود، چون که بعد از 10 سال تصمیم گرفتم که روی پای خودم وایسم و کارگاه خودم بزنم. البته با جیب خالی. توی مسیر خیلی اذیت شدم، حتی اذیتم کردم، ولی من هنوزم میدونم که تهش بالاخره خوب میشه. شما موافقین؟